و جواب همه دعاهایی که کردی تو این ویدیوه. فقط کافیه نظر قدرتمند، مجرب اما خیلی ساده رو انجام بدی. خودت با 2 چشمات معجزه رو میبینی. سلام دوستان، سهیلا هستم. در این کانال با هم به دل معجزات قرآن سفر میکنیم و قدرت خداوند کائناتش رو به چشم میبینیم. پس قبل هر چیزی دکمه عضویت رو بزن. باعث افتخاره که به خانواده ما ملحق شی. همه ما حداقل 1-2 بار در زندگیمون نذر انجام دادیم به امید اینکه حاجتمون برآورده بشه. نذر یکی از راه‌های معجزه‌آسا برای جذب سریع خواسته هاست، اما پیدا کردن نذری که مجرب باشه و 100% جواب بده نیاز به تجربه بیشتری داره. من تحقیقات زیادی انجام دادم و خودم امتحان کردم و براتون یه نذری رو پیدا کردم که حتما جواب میده، به شرط اینکه طبق اصولی که میگم انجامش بدید. نگران نباشید، نه تنها سخت نیست بلکه اونقدر شیرین و معجزه‌آساست که با 1 بار انجامش دیگه دست ازش نمیکشید و خودتون بارها و بارها بهش متوسل میشید. اما اجازه بدید قبل اینکه نظر ساده رو بگم یه نکته ای رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم تا سرعت جوابدهی نظر براتون به اوج برسه. این نکته مهم رهاسازی هست. شما باید بتونید بعد انجام هر نظر یا تکنیکی رهاسازی انجام بدید. حالا رهاسازی چی هست؟ اصلا یعنی چی؟ دوستان، شما باید بعد انجام این نظر همه انرژی های منفی رو از خودتون دور کنید. آروم باشید و با انرژی مثبت منتظر معجزه یا هر خواسته که میخواید بمونید. رهاسازی یعنی همین، یعنی باور داشته باشی در دلت با ایمان بگی من خواستم و از برترین و بی همتاترین قدرت جهان خواستم و از ته دلم از اعماق وجودم ایمان دارم که خدا که برترین قدرت جواب منو میده، منو به خواستم میرسونه و اگه به صلاح هم باشه حتی قشنگتر از اونچه که فکرشو میکنم هم بهم میده. با این نگرش شما رهاسازی کردید و هر چیزی رو که رها کنید جذبش میکنید. حالا که رهاسازی رو درک کردید بریم